سلطان ماشین های جی تی ای وی کسی نیست جز سیمیون. فکر کنم دیگه سیمیون یا همون کچل رو همتون بشناسید. امروز قراره که داستان زندگی سیمیون رو با هم دیگه ببینیم و بفهمیم که سیمیون چطور از فقیر بودن به پولداری میرسه. پس ویدیو رو حتما تا آخرش ببین چون این ویدیو واقعا یه ویدیو خیلی خفنیه. از بچگی عاشق ماشینا بودم. کنار خیابون وای میستادم و ماشینای مختلف رو نگاه میکردم و اسم همشون هم حفظ بودم. اسم رینگ ماشینا، مدل ماشین، رنگ ماشین، حتی میدونستم ماشینا سال ساختشون واسه چنده و چه آپشنایی دارن. تقریبا همه ماشینای شهر و دنیا رو شناخته بودم. عاشق ماشین بودم ولی خب پولی نداشتم که ماشین بخرم. بابام هم که پول نداشت برام یه ماشین بخره. حتی خودش هم یه ماشین درست حسابی نداشت و همیشه پیاده با هم دیگه بیرون میرفتیم. و همیشه توی همه همایش‌های ماشین سواری شهر شرکت میکردم چون واقعا ماشین که اونجا می اومدن توی شهر تک بودن و ماشینای فوق العاده خفن و پرسرعتی بودن که هیچ جای دنیا نمیتونستی ماشینا رو پیدا کنی. و یه روز عادی که داشتم داخل جنگل قدم میزدم یه لحظه وقتی سمت راستم نگاه کردم متوجه یه چیز عجیبی شدم. وقتی نزدیکتر شدم دیدم یه دونه ماشین اوراقیه که نابود شده و چیزی ازش نمونده و خیلی اوضاعش خراب بود. جالب بود که این ماشین هم من میشناختم، یعنی همه ماشینای شهر رو میشناختم. با خودم فکر کردم اگه این ماشین من بردارم و بازسازیش کنم و بتونم بفروشمش چقدر خوب میشه و کلی میتونم پول در بیارم. اگه به پدرم میگفتم مطمئن بودم که با هم مخالفت میگه. پس خودم دست به کار شدم و این ماشین رو به پارکینگ خونمون بردم. بالاخره بعد از چند ساعت تلاش کردم و زنگ زدم به امداد خودرو، بالاخره ماشین رو به پارکینگ خونمون رسوندم. ماشین واقعا ماشین خوشگلی بود ولی خب یه کمی نیاز به تعمیر داشت. برای بازسازی کردن این ماشین نیاز به پول داشتم و خب راستیتش منم پولی نداشتم. پس دست به کار شدم و یه شغلی برای خودم پیدا کردم. خب بچا شغلی که من الان یه مدت پیدا کردم گارسونیه. دارم اینجا بچا میزا رو تمیز میکنم، غذاها رو جمع میکنم، آشغالا رو میبرم میذارم توی سطل آشغال و اینا و خب پول آنچنان زیادی نمیده. الان اگه نگاه کنی $300 تونستم در بیارم ولی خب هنوز به اون ماشینه هیچی خرج نکردم. اینجا خدا رو شکر فعلا یکم دارم پول در میارم. تقریبا روزانه بچا بهم $10 میده. پول کمیه ولی خب از هیچی خیلی بهتره بچا. و یه دونه صاحب کار دارم که آقای جکسون خیلی رو مخمه. الان نگاه کنین این آقای جکسونی که هر روز باهاش صحبت میکنم و کلی هم پول داره. پدرسگ یکم از پدرسگ نگم نه. آره به نظر من یکم با ادب بگی بهتره. لامصب آدم خیلی پول دوستیه بچا. نگاه کنید فقط پول دور و برش. الان این سطل کنارشو نگاه کنید کلی توش پوله. دستگاه پول شماری نداره و یکم از این پولا به من نمیده که من اون ماشین تامیر کنم. آقای جکسون من همین میزار تمیز کردم، آشغالا رو بردم سر کوچه گذاشتم و دیگه کارم داره تموم میشه دیگه. الان ظهرم از ساعت 3 شده باید برم خونه. دست در نکنه سیمیون، دمت گرم. بیا این یه $10 بدید و برو دیگه. مرسی که امروز کامنتم کردی. آقای جکسون نمیشه امروز یکم به من پول زیادی بده بچا؟ واقعا $10 خیلی سخته که دارم جمع میکنم. اگه من امروز بمونم تا شب کار کنم چقدر بهم پول میدین؟ اگه تو شب بتونی کار کنی میتونم بهت یه $60 بدم. $60 بچا به نظرم $60 پول خوبیه نه؟ اوکیه من تا شب پس کار میکنم. باشه پس تا شب کار کنم و بهت $60 میدم. بفرما سیمیون، دمت گرم که امروز کامنتم کردی. اینم از $60، اینم $10. صبحت که تا ظهر کار کردی میشه $70. خسته نباشی. بچا باورم نمیشه تونستم توی یه روز $70 جمع کنم. خیلی ممنون آقای جکسون. خداحافظ. بچا ببینید این شغل زیاد خوبی نیستش، یعنی پولی که جمع میکنم واقعا پول خیلی کمیه ولی خب از هیچی بهتره. الان $70 دارم، $300 هم از اون ور جمع کنم میشه $370. الان یه چیز تو فکرمه برم یه محصولی بخرم توی خیابون اونو بفروشم، یعنی دست فروشی کنم. فکر کنم درآمد خوبی داشته باشه. یک هفته بعد بچه الان حدوداً یک هفته از اون روزی که برای جکسون کار میکردم میگذره. بچه من کل پولمو دادم گیاه خریدم، گیاه سانسیوریا که خیلی خوشگله. هر کدومشو من خریدم $20 ولی $100 دارم میفروشمشون و سود خیلی خوبی هم داره. اومدم مرکز شهر و مشتریای خوبی هم دارم همونطور که میبینید. الان من باید اینا رو بفروشم و ببینم چقدر میتونم پول در بیارم. آقا شما چند تا گل میخواستین؟ پیسی ارزون بذار ببینم الان این گلا قیمتشون چنده؟ گلا قیمتشون یعنی از $100 شروع میشه دیگه. از $70 هم داریم ولی خب $70 هامون تموم شده، همشون $100. $100 بذار فکر کنم ببینم چقدر تو حسابم داره. $200 داریم. میتونم دوتا بخرم؟ آره هر چند تا میخوای میتونیم بخریم، مشکل نداره. بیا بگیرین $200 بگیری یه دوتا گل به ما بده ببریم دیگه. باشه دوتا گل پس برای شما. بچا ببینید فقط از یه نفر $200 گرفتم و پول خیلی خوبی دارم در میارم. 3 روز بعد بچه الان حدودا 3 روزی داره میگذره و من همه گلا رو فروختم. الان حساب منو اگه نگاه کنی $1200 بچه پول دارم. واقعا پول خیلی خوبیه که بتونم این ماشین رو بازسازی کنم. بچه اول چیزی که نیازم موتور ماشین رو که چک کردم سالمه، لاستیکاش هم که جلوها سالمه، فقط پشتش یکم لاستیکش بده. ماشین 2 تا در میخواد، قیمت گرفتم هر درش $200 که یه دونه در میخواد و یه دونه صندوق. این هاپو هم مورد بهش توجه نکنید بچه. بدنشو باید یه پولیش بزنیم که اونم $100 باز میشه. بریم با هم دیگه این ماشین رو بازسازی کنیم ببینیم تبدیل به چی میشه.
بچه بالاخره بعد از چند ماه تونستم ماشینه رو بازسازی کنم، ولی خب متاسفانه من گواهینامه ندارم بتونم پشت فرمون بشینم و ماشین رو برونم. ولی خدایی ماشین رو ببینید چی شده. آقا خیلی ماشین خفنیه بچه. 1000 و چقدر شد کلا؟ $800 800 نه $1000 شد دیگه بچه. $1000 به این ماشین من خرج کردم و الان بخوام من این ماشین رو بفروشم بچه، کمش این ماشین $10,000 میره و کلی سود داره. خیلی دوست دارم کلا بزنم تو کار اتوگالری و ماشین فروختن و خرید و فروش اینا، خیلی علاقه دارم. داخل ماشین بخوایم بشینیم اصلا وای چه رخی داره بچه این ماشینه. ولی خب متاسفانه نمیتونم برونم و باید نگرش دارم وقتی بزرگ شدم برونمش. البته یه کاری میکنیم بچه، برای این ماشین یه مشتری پیدا میکنم و ماشینه رو میفروشم. بابا داداش ببین ماشین تمیزه، اصلا ماشین رو نگاه کن، سقفش رو ببین چقدر براقه. یعنی چی بیشتر از $8,000 پول نمیده؟ به خدا این ماشین کم تو بازار الان $15,000 قیمتشه. ببین پسر جون نمیدونم آخه یکم احساس میکنم داری گرون میدی. بابا کجا دارم گرون میدم؟ ماشین مثل روز اولشه، دست خودم بود از اول. الکی بچه از جنگل پیداش کردم. باشه بیاین $10,000 رو بگی، امیدوارم که ماشین خوب کار کنه دیگه. اوه بچه $10,000 بهم داد. آره بابا مثل اسب برات کار میکنه. برو اصلا حالشو ببر، بپا ماشین نزن ازت خیال. بچه $10,000 تونستم ماشینه رو بخرم. آقا من شغل آیندمو پیدا کردم. 20 سال بعد بچه الان حدودا من 20 سال میشه دیگه. آره 20 سال تو کار خرید و فروش ماشینم، ولی خب سرمایه آنچنانی ندارم که بتونم مثلا سطح کاریمو ارتقا بدم، ولی هر روز دارم تلاش میکنم که 1% توی زندگیم پیشرفت کنم. الان 2 تا مشتری پیدا کردم برای این 2 تا تیبو 2. اصلا آقا اینا موتورش اینه بنز کار میکنه. الان مشتری‌ها رو آوردم که اینا رو بخرن و هر کدومش هم تقریبا $40,000 قیمتشه. اگه دوتاشو بتونم بفروشم $80,000 میتونم تو جیبم بذارم. بذار فهم مخشون رو بذارم که بگیم ماشین تمیزه. اصلا خوراک ما اتوگالریا همینه که ماشینای خیلی سالم به دست مردم بدیم. آقا شما پس تیبا رو میخواین دیگه؟ خانم شما هم میخواین دیگه؟ این تیبا خیلی سالمن و اصلا گارانتی هم داره عمرن. اصلا تا 200 سال شما سواری ماشین بشین. اگه یکم ماشین صدا داد بیار من خودم ماشین رو برات تعویض. جدی اگه اینجوری که من حتما میخورم. آره بابا خیلی ماشین سالمی. اصلا رخو نگاه کن، بنز اصلا میاد از رو سایپای اسکی میره. بابا الان حاج خانم شما ماشین رو نگاه کن، رخشو ببین چقدر اصلا اتوپارک داره. ماشین رو ول میکنی خودش پارک میکنه. چقدر خوب. آره خیلی خوبه. فقط پولتون نقده دیگه. آره پولمون نقده. پس پولو بدی، من سوئیچرم آوردم دیگه، همینجا ماشین رو بهتون بدم و ببرین اشغال دیگه. بفرما پسر جون. بچه $80,000 بهم پول داد. آقا مبارکتون باشه دیگه. خداحافظ من برم. بچه ماشین خودم نگاه کنین، این ساینای زرد اصلا توی این کشور توی شهر لس سانتوس این ماشین من تکه. نگاه کن رخو. بچه تیباورم فروختم و ان شاءالله که چرخش براشون بچرخه. و اینکه بچه شما هم تو کامنت حتما مدل ماشینتون رو بنویسین ببینم ماشینتون چیه و کسایی که تیبا دارن حتما بگن. تیبا واقعا از بنز بهتره. بچه الان این ساینای منو ببینید که خیلی خفن. الان $80,000 من دارم، میخوام برم چند تا ماشین دوباره آگهی و اینترنت رو بگردم پیدا کنم، اونا رو بخرم بذارم برای فروش. هی میخوام اینجور کنم بچه تا بتونم یه اتوگالری بزنم. اگه بتونم یه اتوگالری باز کنم که خیلی خوب میشه. 2 ماه بعد داداش به خدا ماشین رو نگاه کن، این کمش تو بازار $200,000 قیمتشه. من دارم به تو $180,000 میدم. ببین آخه من پولم نقد نیست، نمیدونم پولو شاید نتونم جور کنم. بابا پولو میتونی جور کنی، حالا من بهت مهلت میدم، اونش اشکال نداره. تو رخ ماشین نگاه کن بچا، خدای ماشین نگاه کنید. بچا الان 3 ماهه که پولامو جمع کردم به زور تونستم این ماشین رو من بخرم. چقدر خریدم فکر کنم بچا؟ خریدم ماشین رو $80,000. الان $180,000 دارم به یارو میفروشم. ولی خب ما همیشه پول حلال، همیشه به فکر مشتری هستیم. بله بچا. بچه بیا پایین‌تر من درد گرفت بابا. مگر اینکه یه هفته به مهلت بدی تا پولو بتونم بهت بدم. آره بابا یه هفته اصلا اوکیه. تو ماشین رو ببر استفاده کن، ببین رخ ماشین نگاه، اون چراغای ماشین رو ببین، داشت کم $1,000 قیمت هر چراغ اون ماشینه. آره تو راست میگی. حل بیاین 150,000 رو بگیر، 30,000ش هم هفته بعد میدم. بچا $150,000 ازش گرفتم. آره $30,000 هم پس هفته بعد حتما بده. به همین شمار کارت بریزیه. باشه دمت گرم. حل قربونت، خداحافظ. بچا من همچنان خودم این ساینا رو دارم دیگه، بالاخره تولید ملی و بچا الان $150,000 دارم. اوکی هفته بعدم این $30,000 میزه. با $150,000 میتونم برم یه مغازه کرایه کنم و یه اتوگالری باز کنم. کرایه دیگه آره نمیتونم بخرم، پولم نمیرسه. بریم یه جای کرایه کنیم و چند تا موتور بخرم، چون پولم الان به موتور میرسه. با اون $30,000 فکر کنم بتونم 4-5 تا موتور بخرم. موتورها رو کم کم میفروشیم، دوباره شروع میکنیم با ماشین فروختن و اینا. ولی مهمتر از همه اینه که ما یه دونه مغازه باز میکنیم. بچا مغازه باز کنم یعنی یه اتوگالری خیلی خفن بزنم، اتوگالری سیمیون.
مشتریامون خیلی خیلی زیاد میشه. فقط الان باید بریم که یه دونه مغازه خیلی خفن و اوسکی پیدا کنیم. بچه‌ها مغازه رویاهامو البته فعلا کرایه کردم ولی خب نخریدم این مغازه. اگه پولم برسه حتما این مغازه رو میخرم. و جالبه بدون بچه‌ها این مغازه قبلا اتو گالری بود، یعنی تقریبا داخلش رو ببینید آماده و تمیزه، ولی خب فضای بیرونش بچه‌ها یکم دارن بازسازی میکنن و تعمیرش میکنن، یکم کثیف و خیلی شلوغ. الان آشغالا رو نگاه کنید اینجا پره. باید همه اینا رو تمیز بکنم، یکم زمان میبره. اینجا کانتینرینا گذاشتن نمیدونم حالا داخلش چیه، همه اینا رو باید تمیز بکنم، ولی خیلی خیلی مغازه تمیزیه. یک هفته بعد بچه الان حدوداً یک هفته گذشته و من اینجا رو تونستم تمیز کنم. بالاخره یکم هم ظاهر خودمون رو عوض کردیم. سیمیون رو ببین اصلا عشق. و اینکه اینجا یه پوستر زدیم و البته این پوسترها بود دیگه. آره بچه اون گیاها خیلی خوشگله. الان خلاصه آقا اتو گالریمون تمیز شد، آماده داره میشه و اینکه چند تا موتور و ماشینم سفارش دادم، اونا هم برسه. یارو هم 30000 دلار رو بهم پرداخت کرده. خلاصه الان باید وایسم ماشینا بهم برسه و مشتری پیدا بشه و ماشینا رو بفروشم که هر چی پول در میارم سود خالص باشه و بره تو جیب خودم. به چطوری لری؟ بچه این لری یکی از مشتریای خوبمونه که هفته 3-4 تا ماشین میخره و بچه پولدار ازن اوسکی. آقا خیلی بچه پول داره. الان اومده یه چند تا ماشین بخره. اون ماشینایی هم که می‌بینی بچه چند تا رو تازه خریدم و درآمدم کم کم داره خوب میشه. با لری هم تازه آشنا شدم و یه مشتری ثابتیه که هر هفته میاد یه 2-3 تا ماشین ازمون میخره. سلام، چطوری سیمیون؟ خوبی؟ قربونت مرسی لری. امروز یه چند تا ماشین برات آوردم، اصلا ببین خوراک خودته، ببین کدومو میخوای. حله بریم ماشینا رو ببینیم. ببین لری این سه تا ماشین اسپورته. این تقریبا میشه گفت ماشین یکم کلاسیکه، اینم ماشین اس یو وی دیگه، یه ماشین شاسی بلند خانوادگی. حالا هر کدومو خاصی بهم بگو برات اوکی میکنم، به بچه‌ها میگم میفرسته دیگه. دست درد نکنه سیمیون، خیلی پسر خوبی هستی. من یه 3 تا ماشین همین اسپورتا رو میبرم. قیمتشون چقدر میشه؟ 3 تا ماشین بچه‌ها، 3 تا ماشین همزمان داره میخره. 3 تا ماشین اسپورتو بخوای بچه‌ها من اینا رو هر کدومو خودم 50000 دلار خریده بودم، یعنی جمعش میشه 150000 دلار. به این چند بفروشم؟ فکر کنم 600000 دلار کافی باشه، یعنی هر کدومو بفروشم 200000 دلار یا 2300. حاجی بذار بهش بگم 900000 دلار ببینم میده یا نه. لری ببین اینا چون ماشینای اسپورتی هستن خیلی ماشینای خفنیه، اصلا رنگاش هم نگاه کنی واقعا رنگای خیلی خفنی داره. اینا رو من میتونم به تو هر کدوم 300000 دلار بدم، حالا با تخفیف. 300000 دلار باشه اشکال نداره. بیا به بچه‌ها میگم که فردا بهت حسابت واریز میکنن. دمت گرم دیگه بچه‌ها، الان 900000 دلار زدم به جیب. باشه منم اینا رو فردا صبح حتما بهت میفرستم. حل خدافظ. یک هفته بعد بچه شاید باورتون نشه با یه نفر رفیق شدم به اسم اسم چی بود داداش؟ اسمم فرانکلینه. اسمش فرانکلینه. بچه با فرانکلین تازه آشنا شدم، خیلی پسر گلیه. بچه این میاد برای من مأموریت انجام میده و هر کاری میگم، مثلا میگم برو فلان ماشینو بدوز، فلان ماشینو برام بخر بیار، همین مأموریت‌ها رو برام انجام میده. یه پولی من بهش میدم و ماشینا رو با قیمت‌های خیلی مناسب برای من پیدا میکنه و میاره. واقعا کارش خیلی درسته. سیمیون میگم که مأموریت چیزی هست که بازم انجام بدم. فرانکلین مأموریت اگه شد حتما بهت اطلاع میدم. اوکی؟ باشه دمت گرم دیگه. من فقط یه ماشینم میخواستم، میدی به ماشین؟ فرانکلین راستیتش خودم پول لازمم بچه الکی الان 2 میلیون دلار تو حسابم دارم. فرانکلین راستیتش من یکم خودم پول لازمم، ولی اگه پولشو بدی اوکیه. آره پولشو میدم اوکیه. باشه ببین کدوم ماشین میخوای. ببین این ماشین توسی اولیه که ماشین کوپه هستش، چراغاش هم مثلا نگاه کنی خیلی ماشین خفنی. این ماشین قیمتش 500000 دلاره. این ماشین سفید که میبینی این 800000 دلاره. این ماشینم به دردت نمیخوره، این بیشتر برای آفرود. اوکی این دوتا ماشینم برای تو میزنم 400000 دلار. فکر کنم اون 500000 دلاری خوب باشه. 500000 دلاریه باشه بردار. حاله بیا به حسابت واریز کردم. 500000 دلار بچه بهم داد. مبارکت باشه دیگه. باز ولی کاری نشد حتما بهت اطلاع میدم. حل دمت گرم. قربونت. بچه فرانکلین واقعا پسر خیلی خوبیه و الان نزدیک 2,500,000 دلار دارم و پول خیلی خوبیه. بچه یکم دیگه باید با فرانکلین کار کنم، با چند تا آدم معروف دیگه آشنا بشم که یکم ماشینمون رو، سطح کارمون رو ببریم بالاتر. یک سال بعد خب بچه فکر کنم 1 سالی میگذره. من از بچگی آرزو داشتم که یه روز این صحنه رو ببینم. بچه همه این ماشینای خودمه. اتوگالریمون دیگه توی کشور تقریبا معروف شده، اتوگالری سیمیون. بچه همه این ماشینای خودمه و مشتریایی مثل مسی، رونالدو، نیمار، امباپه و بقیه فوتبالیست‌ها، حتی آدمای معروف و یوتیوبرای معروف هم دارن از ما ماشیناشون رو میخرن و این همه ماشین الان موجود دارم. حالا کلی ماشین دیگه تو چند تا اتوگالری توی شعبه‌های دیگه هم داریم. مردم اینجور میان صف میکشن ماشین میخرن ازم. ماشینا
رو نگاه میکنم و یکی از کمیاب‌ترین ماشینای شهر بچا من توی اتوگالریم دارم و شما میتونید ببینید و همین الانم توی حسابم نزدیک به 1 میلیارد دلار پول نقد دارم و واقعا بچا از بچگی عاشق این شغل بودم و اون همه تلاش کردم. الان به خودم میگم که واقعا ارزشش رو داشت و حس خیلی خیلی خوبی دارم و الان میتونم بگم واقعا پولدار شدم. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو میبینیم مثل همیشه یه قلب قرمز توی کامنت ها بذاریم و نفر بعدی هم تو کامنت ها بگین که بچه چالش فقیری و پولداری با کی بریم، چون واقعا با ویدیوهای چالش فقیری و پولداری من که خیلی حال میکنم و شما هم اگه حال میکنین ویدیو رو حتما لایک کن و لایکاشو به بالای 6000 تا برسون و توی کامنت هم نفر بعدی رو انتخاب کن. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما روشن کنید که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم سریع با خبر بشین. دو تا ویدیو آخرم حتما ببین که خیلی خیلی ویدیوهای خفنین. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود.